اداره هواسنجی تاجیکستان از آمدن هوای گرمی طاقت فرسا در کشور هشدار داده است و از روز 3 تا 7 ایول هوا نسبتاً در کشور گرمتر می شود. با در نظر داشته بلند رفتن حرارت هوایی دوره تابستان در یک چند روز اخیر در شهر خوجند رژه کاری فواره ها تغییر داده شد. اگر قبلا فواره های شهر خوجند در ساعت های معینی روزانه و شبانه فعالیت میکرد، الحال فعالیت آن به فاصله یعنی دوام 24 ساعت به راه مانده شد. این امکانیت میدهد که موضع های علایده شهر نسبتا سالقین نگه داشته شده ساکنان از آب و فواره بی ممانعت استفاده نمایند، خود را از گرمی زیاد محافظت کنند و به راحت و فراغت فرا گرفته شوند. زیرا حرارت بلند میتواند به سلامتی انسان تاثیر منفی رساند. مجموعه فواره های موضع اسماعیل سامونی، فواره های نزد مجموعه دولتی مرکزی جوانان خیابان کمال خوجندی، نزد مهمانخانه و مؤسسه های خدمت رسانی، مرکزی دولتی تئاتر مسکه و موسیقی به نام کمال خوجندی به طور خاص ساخته شده. در برابر زیب بخشیدن به کوچه و خیابان ها برای ساکنان و مهمانان امروز موضع استراحت و فراغت می باشد. در شهر خوجند در مجموع 16 عدد فواره ها در موازنه سرریاستی آبادانی خواجگی منزلی و کمونالی قرار داشته فعالیت دارد و کارمندان و متخصصان قطعه فواره های سرریاستی آبادانی برای تامین کار منتظمی فواره ها تدبیرها می اندیشند. در موسم سال 2025 در تراز قطعه فواره های کارخانه واحد دولتی کمونالی سرریاستی آبادانی و خواجگی منزلی کمونالی شهر خوجند 16 عدد فواره ها قرار دارند. همه این فواره ها در حالت کاری بوده، همه روزه سحران از ساعت 7 تا 12 و دیگر روزها از ساعت 6 تا ساعت 11 عمل میکنند. در این روزهای گرما همه فواره های شهر طبق سفارش مقام حاکم شهر خوجند سرریاستی آبادانی اقدام گرفتند که در روزهای گرم همه فواره ها به ساعت کاری به تنفس باید کار کنند. بلند رفتن حرارت هوا به کودکان نوزاد و کودکان تا 5 ساله، شخصان امکاناتشان محدود، حامله داران، بیماران دارای فشار بلندی و شخصان گرفتار بیماری های دل و رکا، گرده، شش، جگر و شخصان از 65 بالا بیشتر تاثیر می رساند. در هوای گرما بسیارتر مراجعه شهروندان با بیماری شدید روده معده بسیارتر به قید گرفته می شود. 90% بیماران بسیارتر سنی تا 1 سال می باشند. اکثریت کودکانی که به بیمارخانه بستری می باشند آنها با شیر سنی تامین می باشند. آن کودکانی که با حالت سبک مراجعت می نمایند نقطه آبدهی دهانی تشکیل کرده شده است که ما دوام 6 ساعت نظارتی استاسیونری گذرانده در حالت بهتر شدن حالت ما میتوانیم رخصتی نموده به مرکز سلامتی طبیبی عائلوی نظارتی طبیبی عائلوی فرستاده می شود. در این روزهای گرمی تابستان باید هر یک نفر سلامتی خود را حفظ نماید. محسان محیدی لازاده، دلیل علیشیرزاده، شاعر مبین زاده، اخبار.